رسول الله فرمود در نزدیک قیامت شرایط طوری میشه که مردها به سوی مردها تمایل دارند و زنها به سوی زنها. این علامت قرب قیامت است که مرد هم جنس باز میشه، زن هم جنس باز میشه. هایی که امروز هم جنس باز است از جنس مخالف تنفر دارند، مرد با مرد، زن با زن، العیاذ بالله. و اخیرا شنیده میشه در بعضی از کشورهای اسلامی همین هم جنس بازها هستند، فعالیت های خودشون را در فضای مجازی دارن، اون رابطه شوم و رابطه منحط و بدبختیشون را گاهی قائم میکنن. لذا این بدترین عذاب است. خدای تعالی شهرهای ما را از شر این نوع انسانها پاک بگرداند. قومی که به این گرفتار بشه دیگه نهایت ذلت و پستی و خواری اون قوم را میرساند.